مسئله اذان مرادتان اگر اذان نمازها باشد اذان بله وقت دارد. کدام مؤذنی که علل خصوص در مسجدها 1 دقیقه دیر اذان میگوید او گناهکار میشه. این حرام است برایش. 1 دقیقه پیش اگر گوید باز گناهکار میشد و این امانت است. پیامبر صلی الله علیه و سلم المؤذن مؤتمن گفتند. مؤذن امانت نگهدار است. چون که اگر 1 دقیقه پیش یک آدم الله اکبر گوید وقتی که میشنود که اذان گفته شد وقتی نماز در آمد به یگانجا سفر دارد مثلا وقتی نماز که در آمد من در خانه میخوانم و به راه میبرم افتاد الله اکبر گفت حالا که وقتی نماز در آمد تکبیر تحریمه بست نمازش باطل است. یا یک آدم روزدار بعد اذان شام شنیدن روزش کشاد روزش باطل می شود به سبب اذان همین مؤذنی که از وقت بر وقت اذان گفته است. یا در رمضان اگر اذان دیر گوید یا که در غیر رمضان هم یک آدم تا اذان نگوید خوردن گرفت مثلا به امید اذان مؤذن 1 دقیقه بعدی در آمدن صبح خورد و بعد این اذان گفت یا حتی یک ثانیه باشدم روزی او باطل میشد و مؤذن گناهکار میشد. بنابراین پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که المؤذن مؤتمن مؤذن باید امانت نگهدار باشه. بعضی مؤذن ها یعنی که در بسیار مسجد ها یعنی در خانه هاشون به ملال سنت ها را خوانده همین از قامت 20 دقیقه میبینن و بعد در این مسجد که شده عباره اذان میگن. این نادرست است گناهکار میشه. باید اذان در وقتش گفته شود نه پیش نه قفا. اگر پیش گفته شود دویم مراتبت از نو در وقت در آمدن وقت گفته میشد. اما اگر دیر گوید دوباره تکرار کرده نمیشد ولی گناهکار میشد برای اذان در وقتش نگفتگیش.